ما اینجا نوشتیم حلقه جادویی و 6 پایه. به صورت معمول تمام عروسک ها به همین صورت بافته میشن، یعنی ما حلقه جادویی میزنیم و 6 تا پایه داخل اون میبافیم. اما احتمال داره شما عروسکی داشته باشید که حلقه جادویی بزنید و 8 تا پایه توی اون بزنید. بعد همه این دستور تا پایین به همین صورت پیش میره، یعنی ما از 8 تا پایه شروع میکنیم، بعد این میشه 8 تا افزایشی، بعد این مثلا میشه یه تکی افزایش، 8 بار اینا تکرار میشه. یعنی دستور همینه ولی اینا 8 بار تکرار میشه چون 8 تا پایه در ابتدا داشتیم. باز کاهشی ها همینن ولی 8 بار تکرار میشه. شاید شما یه دستوری داشته باشید که عروسکتون اینجوری باشه که حلقه جادویی بزنید و 4 تا پایه داخل اون حلقه ببافید، یعنی اینکه این 6 پایه به صورت ثابت باشه نیست. اما معمولا عموم عروسک ها به این صورت هستش که ما از حلقه جادویی 6 پایه شروع میکنیم. مثلا همین عروسک هایی که شما جلوی من میبینید، ببینید اینا با 8 تا پایه کار شروع شده. خب میبینید که این عروسک سر خیلی بزرگی پیدا کرده. اگر 4 تا پایه باشه خب عروسک سر کوچیکی پیدا میکنه. بنابراین این هم نکته‌ای بود که در مورد این خواستم بهتون بگم که این 6 پایه اینجوری نیست که همیشه 6 پایه باشه. این متغیره، میتونه 4 تا پایه باشه، میتونه 6 تا پایه باشه، میتونه 8 تا پایه باشه. به این صورت این مدل‌های مختلف عروسک هم هستن. خب ببینید کاهش رو من توی ویدیوی قبلی خدمتتون عرض کردم به چه صورت هستش. از رنج 22 تا 27 ما همه رو کاهشی داریم، یعنی 7 تا پایه کوتاه میبافیم و بعد یک کاهش انجام میدیم. این عمل رو 6 بار تکرار میکنیم. پایه هامون دارن کم میشن، از 54 تا شد 48 تا. رنج بعد 6 تا پایه تک میبافیم، یعنی 6 بار رو هر پایه یه پایه کوتاه میبافیم و یک کاهش انجام میدیم. باز این 6 مرتبه 42 تا پایه داریم. 5 پایه تک یک کاهش، 6 بار توی رنج 24 این عمل رو انجام میدیم، 36 تا پایه داریم. رنج 25 4 پایه یک کاهش، 6 بار این عمل تکرار میشه، 3 پایه یک کاهش، 2 پایه یک کاهش و در نهایت ما به 18 تا پایه میرسیم. اینجا نوشتیم که نکته چشم ها بین رنج 16 و 17 به فاصله 12 الی 13 رنج از هم نصب میشن. ما وقتی که میخوایم چشم رو نصب بکنیم از این بالا شروع میکنیم به شمردن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا رنج 16 و 17. ببینید این چشم بین رنج 16 و 17 نصب شده. فاصله بین این دوتا چند رنج هست؟ 12 یا 13 رنج. یعنی فاصله بین این چشم و این چشم، اینا رو بشمرید، این دونه ها رو 12 تا دونه میشه. بنابراین هم نحوه فاصله در واقع چشم هستش. حالا من بازم توی ویدیوهای بعدی نکات دیگر رو خدمتتون عرض میکنم. سلام هنرجوی عزیز. ببینید سه تا رنگی که بهتون گفتم، این سه تا رنگ هستش: رنگ لیمویی، رنگ آبی و رنگ کرمی. این رنگ کرمی خیلی رنگ قشنگه، برای اکثر عروسک‌ها میتونید ازش استفاده بکنید و کد رنگش هم 07. حالا من این دوتا کد رنگم توی سایت براتون میبینم و بهتون میگم. قلابی هم که استفاده میکنیم قلاب 2.5 تولیپ هست. ببینید شمارش 4، اما میلیمترش 2.5 و مارک تولیپ هستش که یه مارک خیلی عالیه و دست صورتی. قلاب دست زغالیش هم میتونید بگیرید، منتها یکم این دستش ضخیم تره و فعلا قیچی و چشم واشردار که اون رو موقع نصب چشم بهتون نشون میدم. خب ببینید موقعی که میخوایم از کانوا استفاده بکنیم اولین لیبلش رو جدا بکنید. اگه میخواین که بدونید رنگی که داشتید برای خرید بعدیتون چنده، اون رو بیاید یادداشت بکنید توی یه دفتر و یه تیکه از این کانوا رو ببرید بهش بزنید. ببینید کانوا رو از داخل این بیرون میاریم و سر این، ببینید سر این داخل در واقع کانوا. اگه بخواین از بیرونش سرش رو استفاده کنی که این باعث میشه که همینجور کانوا میپیچه، وقتی داری باش میبافین همینجور میچرخه. به خاطر همین ما کانوا رو از داخل این سوراخ بیرون میاریم. حالا اینم برای اینکه اول میخواین شروع بکنید، چون موقعی که آموزش میدیدیم این نکات ریز رو به ما نمیگفتن، ولی همینا واقعا نکات مهمی هستن که طبق تجربه به دست میاد.